белая, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. Жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشاگران عزیز ما. اینک ما در این ماه شریف رمضان، در آخران روزهای این ماه مبارک، در محله چهارشنبه در گذر پامیر هستیم. برای تبریک کردن جشن زادروزی حلیم ممک آمدیم. از نام خانواده‌شان، از نام فرزندان، از نام حیاتکه، از نام کلشان مفتونایتی، از نام نبیره ها و از نام محرم خاله تبریک کرده لحظه های خورسندی شادیانه این خانواده را نیز همراه شمایان با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، مهمانان خانواده حلیم ممک، همه شما را به زادروزی حلیم ممک خوش آمدیدتان میگوییم. برای ما لازم میشوند حلیم ممک، محرم خاله برایشان یک خرسک میزنیم، برازمان تکلیف کنیم. مرحبا. حلیم ممک محرم خاله شما را برازمان تکلیف کنیم. مرحبا. السلام علیکم. حلیم ممک زادروز مبارک. روزی تولد را محرم خانه امروز بیرم را خاندانتان با مبارکباد میگوییم. السلام علیکم. اینا ببینید که در این ماه شریف رمضان شاه ستون خاندان، بابا جان عزیزی نبیره ها، پدر عزیزی خاندان امروز زادروز دارند. زادروزتان مبارک باشد. روزی تولد را برایتان حلیم ممک مبارکباد میگوییم. امروز محرم خانه حلیم ممک چند در آمدن؟ ولی چند ساله برای چشم شما با؟ 18 ساله حسین آنه جانشان همتونی زادروزتان مبارک باشد. بگذار مانند امروز فقط خوش و خوشبخت خورسند شده کردید در سر فرزندان، در سر حیاتکیم کلیم پاشا مفتونایتی، در سر نبیره های شیرین همیشه دعاگوی فرزند و نبیره ها شده کردید. امروز شما را از نام خاله جان عزیز، از نام محرم خاله، از نام حیاتکه مفتونایتی نبیره های عزیز تبریک میگوییم. میگویند حلیم ممک هر فرزند را اگر کودکای ما پرسیم، اگر مایدگشون مول بپرسیم همین سوال میتیم رفیقی سمرقند ممکن گپس کی دادشان از میبینیم بیش میگد فرزند میگد که به یگان اندیشه بیجان هم میگد، لیکن نمیداند که دادجان ها پشتی در و دروازه و چقدر مهنت ها میکنند، چقدر زحمت ها میکشند برای فرزند ها. بعد از که کلان شدن، صاحب کار و کسب شدن، بعد میگن که همین زحمت های پدر این بوده است، گفته پدر را تاج سر میکنند. امروز باشد حیاتکه میگن که بودگیشان با شکر دادا جان ما همیشه صحت سلامت گردن، بخت و تخت و دولت ما، تاج سری طلایی ما فرزند همین پدر جان عزیزی ما هستند. برایشان گوید که چشمه های از محبت نور شرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر، با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهان دل خبر دارد پدر. حیاتکه میگن که امروز دادا جانم برسانید که ای پدر جان خاک پاگت میشوم، ای پدر جان خاک پاگت میشوم، وقتی پیری من اساگت میشوم، با همه دار و نداری زندگی روی حولی
کفش پاگت می شود. همیشه در سری فرزندان صحت سلامت باشید، زاد روزتان مبارک باشد و حرام خانه تبریک کردیم نمیم رشما همه پیش ما تبریک کرده در شرکت تبریک کنیم پیش مهمانان و مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز، همه تو خوش آمدید. خانه فرمان بابا نور دیدیم تاجک سرم، همه تو به رحمت، اعتبارتون به حرمتتون به رحمت تو دنیا باشد و دوره مهم به مهم باشیم، دوره شما به مهم شویم، مهم به شما شویدتون. خوش آمدیدتون همه تون. رحمت سلامت باشید. محرم خانه نبیره ها چند تا؟ از دانکش هم مغزه شیرین بگن سالشان زیاد شود، همیشه در اطرافتان پروانه شود و آنجان گفته خدمت کرده گردن شما با از این همیشه از با فکرم چیزا شیر خشرکم میخونه نه بابا جانم بابا چرا میدونیم می؟ Рождение поздравляю, я вас очень люблю. Молодец. Бабаджон, день рождения тонкий табрик мукрам садбадарит. С днем рождения поздравляю, будь здоров. رحمت سلامت باشید. رو نرفته بیستش حاضر باشد برای شما شیرینی داریم کارت پیار باشد اگر یک جای یک شیرینی رو بریم بیرون بمید خیلی همینجا باشد بیاریتان مرحمت. شما در این خاندان هم کلیدی و هم دختر از نام خودتان از نام البته حیاتک یک شرکت تبریک کردنتان لازم مرحمت تکلیف بکنیم یا شما مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدیدتان به درگاه مامان. من امروز محکمه دینرزدنشان سلیمان به همه وقت سخت سلامت کردن، دعاگاه شده کردن، بیمام که قشه پیر شوند، حضوری نبراشون حضوری مانه دیده کردن. رحمت شما به همین روزا برسان نکتون. رحمت سلامت باشید و از مهمانان سلامت تبریکاتی رو میشنویم. اما چند تا تبریک کنیم شروع کرده؟ السلام علیکم مهمانان. شما دیتون به درگاهی که همتون صحب سلامت گردیدون. چی نیتت باشه نیتت برس کجون. نورات باید شود بچه صحب سلامت گفته گرده. شما دیتون همتون مهمانان کن. کجون تبریک میکنم الهیم صد به در سری نورات و صحب سلامت گرد. الهیم چی نیت که باشی نیتت برس بچه. نازم. 150 دلار مونگی قطعه شهر خود. نایانگه کدام شما؟ مرحبا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان زنده، خوش آمدیدتان به این درگاه حلیم جان. همه کتون رحمت یخلا کردندگی کتون با حلیمان ساعت به درایان کلین کتی خوشه پیر شوند حضوری نیورویا بینند حیات جانم کرش نقش شود ساق و سلامت بیاد. همه اتون با رحمت یخلا کردند. رحمت مدینویتی کدام شما؟ مدینویتی مرحبا. گفتن شعر میخونند برای شما گفتن مرحبا. احمد جان همه وقت سری مونا ساق و سلامت گردید، حضوری مونا نوراتون بینید، دخترتون نیست جوی دخترتون و من دختر شما و همه وقت ساق و سلامت گردید. رحمت خدا خواهد مرحمت. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدیدتان به این درگاه خواهر من. امروز روزی خدابای روزی تولدشون بوده است، روزی شکرانشون بوده است. همه تا خوش آمدیدتان در این روز پسندی گیرتان خوردش ندام. باز یک بار تبریک میکنم خدا با شما 120 ساله شوید، سری نوراتون و سری کهلین و پسراتون و سری آیلتون و هم وقت صحب و سلامت کرده.
الهی کم همین دیدگی رزقتون فقط رزقای نیک شود دستر خونه مراد شود حضور نوارد در توی تماشاش بینید هیجان هم سوق سلامت گردد کارکوش نقش شود کار کده اومده بچه کوشه شما هم با همیشه رزقای نیک با خرجات کند شما ایتون باید بود رحمت سلامت باشد اکنون باشد محرم خانه با راهبری شما همه رقص و تکلیف میکنیم بیرون باد هوای زیبای بهارانه مرحمت سرودهای شیخ یک جای برای شمایان میرقصیم خرسندی میکنیم بار دیگر حلیمه مک زادروز مبارک باشد مرحمت سلام اعتبارات به رحمت بچه نگفته این کارا کردی کارکات به نقش شود سفرت به خطر شد بچه سوق رفتی سلامت بیا سر ویلت با منتدار شدن دادا جانت رحمت پسرم پاچکت بخور نخالت سیوتای مسافر با الله تنهاش بسر کنند یا بچه السلام علیکم ایتاگر از بیشما شما تیار می فقط گریه نمیکردگیست امروز bayram روز خورسندی یک شرکت تبریک کنید مرحمت السلام علیکم همتون به رحمت همتون به اعتباراتون به عمرگاتون به تو دنیا باشد باشد پدر ترتیب بود رحمت سلامت باشید ایتاگر همیشه باشید دعای اینه که پدر مادر شما را همیشه پشت و پناه باشند با دعاهایشان به همه آرزوها رسید سلامت باشید ببین مرحمت
زیبا هماتون خوش آمدید. پیر خوانندان آناجان عزیزی ما حاضر هستند. یک تا خوشگل دامادشان تبریک میکنم. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. همین ساعت خاطری جنت دلکوی بغردی. این روزی خصوصی بوده است. همین دامادم صد بدران حضور دنیای بینن بچه کشان کتی کلان و گران شده. صاحبی همین خاندان شده.
به درد به غم به آفت به ظرافت گردن و فقط سری مهم کلون و گران شاگردن میاد رزقوی نغز و حیاجان و حکادون و تکی ساق گردن سلامت گردن او اردگه چه رزی نغز ارتا صرف و خراجات کنه نویمون حالین بای سعد بدارید حضور دیونه بینید نیوه دخترم که خوشه پیشید حضور کلی نتونه حضور نیوه دیده به درد به غم شاگرده دلوی خیلی هم موتا اخشامده تا نور دیده تا دیزد همین آمدگی بچه کمان به درشتمان به غمشان یافتگاشون بزی نغز چوبان این بیگوی ایدکوی ایام صرف کرده حضور خونای داغ نبینه تا بچه ایش درد و داغ نبینه تا تنجی خاطرجویت کردید رحمت سلامت باشد تشکر می‌کنیم برای اشاره شفاهای خوش اینک بیننده های عزیز امروز ما در این خانواده زیبای حلیمامک مهمان شدیم در روز خورسندیشان از نام حیاتک که در مسافرت هستند پدر عزیز را در جشن زادروزشان تبریک کرده لحظه های خورسندی شادیانه را همراه شمایان به هم دیدیم با ما باشید با شبکه شهنام سلامت باشید زادروزتان مبارک باشد رحمت